عباس بیا لالا خوب شد میام میگم بله برو درس را مامان روز چی کار؟ اون سکیل بگو بدین که برار متوجه بالا میره درس رو نوروز درس سکیل بگو همون سکیل خوب بدین برار متوجه بالا میره لالا و مرغ مرده و من اعتبار نمیگه سکیل خود است من میدم میده تو برو 10 دفعه وسیله به کار نشده بیام اما بدادم بگو رمضان برار من گفتم اون سکیل خوب بدین متوجه بالا برو چطور نمیده زودی بیا که من کار دارم دیگه گیلا بابا میگم نمیشه درس ها تک تکه همین درس ها رو نمیشه که تک تکه تک برو سگو کینه خوبه منو سلام بله سلام علیکم شتنی عباس خیرات جانجور اول خوبه کیان هستی جانجوره زنده بشی سلامت بشی چی گپایه خیرتی شکر شتنم مادر تو خوبه شکر بابا پیار ننه همه برادر خوبه شکر خوبه زنده بشی من برام کرد گفت اگه مستقلا خو یک ده بدین تو شهر میره خاطر خیلی کار ضروری دارم پس میاد برارم خود تو گپ خوبی میگی سکیل گردنم بند باشو سکیل اگه از ما باشه نیه ایمون بلا به گر نبرم و میفهم که از پیارتونه بگو رمضان گفته که سکیلا خوب بده تا به جای میرم سکیل شما پس بیان درس شما گردنم بند باشه عباس اگه از ما باشه که ایمون بلا به گر نبرم میفهم که از پیارتونه گیلک برو پیا خمیته بگو برو رمضان عباس بیام به رمضان من خود خودم باش همین جگاه جلوی بگیره همین جلوی چرا همین به تاشونام بخورونم میتر کم پینتر همین جی سری گله چه با اون نمیری بالا تا بله چه با اون نمیری همون پول مایه بالا پول نداره نه پیار من نمیده پول با خودی خواهم نداری بده برو به پیار خود چی بگم بگو که رمضان گفته که همین سکل شما به جای کار تو کو عباسی برو همه رمضان برو بابا چیزه همین عباس بچی همسایه مونه خب برو رمضان خب بیا آماده میگه برو با پیار خوب بگو که سکیل خود بدین که ما چون میریم به بالا به دی پی و شهر بالا خب اونجا میرم ما تو شهر بابا ما سکیل خود نده میگو مستقل رسوندم به مردم یا به خود به کدوم مردم به همسایا نه بابا به خود به خود رسوندم چه بودم به همسایا بودم ها خود ما دل نمیش که سوار شون با میدم دست همسایه میدم شما کو بابا از نون سیر شیشه مال اوام نخوری ولی کی اومده به دست رو عباس برو به عباس بگو پیار مخبه سکلم پنچاره برو به عباس بگم پیار ما پنچاره سکلم خوبه پیار مخبه سکل پنچاره درسته میگم عباس همسایه تو همسایه مانی برار مانی پیار ما پنچاره سکلم خوبه ایتا نگو حالی تو خرابه گو پیار مخبه سکلم پنچاره عقل بخوری خوبه تو سیکو من سکیل به خود خریدم به مردم کنن خریدم خود من دل نمیش که استوار شون عباس جان بله خیلی برارم بخشش باشه پیار میگفتن که انا پیار ما پنچر سکیلم خوبه اشته به خدا پیار ما مال گفتن گیلک پیار تو خواه سکیل شما خواه دیونیت یاره بارا بده خود من دست بازی نکن برات ما با تو میگم پیار ما میگه تو به من میگی چه کار فلانه من نمیفهم تو چی بابا برو به پیار خوب بگو به برار خوب بگو گیلک بیامده به درد سرا گفته پیار ما پنچر سکیلم خوبه تاشو مزی بگو برو دیگه استاده به زور ما آمده چیزی ببرم خیره خوش جغله که ما فقط دست بدهی برو حالا برو خود چی بگو
چه کار میکنی تو؟ وی به تاثیر پرتو بید همین نانه ماما هر جا خیرت پرتیه به هر جا پرتو میده. خود چه کار کنه؟ بگفتم بابا. چی گفتی؟ گفتم برادر برو عباس چون برادر خوب رمضان بگو پیار ما بگو گله گفته که پیار ما پنچر است کلام خوبه. تو چی میگی؟ تو چی گفتی؟ با خدا بگو تو تک نمیگه مال سکل گفتم نه به تو که به گپ میفهمی دیگه. پیار ما پنچر است کلام خوبه. اما به تو گفتم پیار ما خوبه سکلم پنچر عقل بخوری. آها همین تا گفتم رستی آها. ای وای وای. سب کن بیاد میبیایه. همین تا گفتم. همین تا گفتی آها. پیار ما پنچر پیار سکلم خوبه. همین گفتی. عقل بخوری. مشو. وای وای وای. خب حیات من میره بابا من نقدش که برم ثبات بگیرم. ما اگه ثبات میگیرید تو چرا شما نمیگفتون که گپ راسته؟ چی فرق میکنه؟ بره به خونه خود. بره. خوب شد حالا هر مرگی بود که گفتی دیگه. آه. وای 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 وای. میگو من میرم خونه خوشم. چرا بابا الان دیشب شما دوخره و ازم بودیم. مونده حالا که میفهم یا نه؟ تو بداره ما خدا. بیبی میگه خدا بیامرزه و قبل بیبی نور بباره. بیبی من که دیره نمیزه. تفلک. حالا اگه بیبی من زنده بیدی تفلک باور کنی شاک و کجان غندری و من میخون. در باز کو دروازه را باز کو ما قربان دمی دروازه میشم در باز کو دروازه را باز کو صدا تو میشتم بوز خاله میشم بیا در باز کو دروازه را باز کو دروازه نگین داره قلفای سنگین داره ای شب تو نجد که شب درازه است هنوز در باز کو دروازه را باز کو ای صبح اومدم که وقت نازه است هنوز در باز کو دروازه را باز کو پروین بره به جای خود ساکت باش بی بی عروس میشنوی یعنی او خرمنی میروی یعنی بی عروس میشنوی یعنی او خرمنی گود میروی یعنی میگو مبتو نگفتی که من میرم بخونه خواهیمش که دل از آنکه بری شیشتی یک سر خوندن میکنی ها؟ خویاد من خدا بیامرز آمد مدر از آنم تمرین من تحریزو یاد من خدا بیامرز مدر شما آمد یعنی من بخواه نمیگذاری چی رقم آدمی تو؟ از این کلتر چیزی میشی؟ شطوره وای وای شطوره دیگه طرف بشنو با ما تو کار دارم خدا برستی اگه بیارم دل پی اخلاق داشته باشه امشب ز خوشی مرغ هوا می رقصد آستا برا ماه من آستا برا در جوال جدا می رقصد آستا برا گلک جا آستا برا بشو بابا من نمی‌ذارم بخوام بخمر بکوچه رو خدا رفتی بابا من مادر من راست میگفتم برو یا تو دوری پی اخلاق نداره او چی خیال داره مادر تو من تاشم تا زمینا جگر بکنده از صبح تاشم کار میکنم تو هم برو بکوچه بازی کن بله دیگه خراب کنم این تاشم تا ساعت میزنم نفعه
همه شرمندار بخوره من گوش نیم من حال من همه بخورو من بخوری کشمون نارگونه سجی چی کار داری؟ چه کاره؟ کی همیشه موندار خورده؟ کدو شوی موندا؟ همیشه موندار که به من نگادیش نمیدم تو به خاطر از اونا گریه میکنی خود سر صدا من میکنی؟ گوش نیو گوش نیام خجالت نمیکشی از این قیافه به خاطر یک لقمه شوی مونده گریه میکنی؟ ما گفتم خدا بنده این کوخ کنده چه کاره که گریه چه میکنه؟ خجالت که جو یک نکش که بعده ما به سر گوسپندار میچنم اونا طال میمون خراب میشد از صبح شوی مونده به هوا گرم ما سر تو بسر زمینایو برای گوسپندار نکسی دیگه به من ام بیاره نکسی دیگه به من نون بیاره نکسی هست چای بیاره ما چی برگم خاکا بخورم سر صدا نکو که همه قمسایا خبر شد بعد آلی به من دو تدیگار سر میکنم پانگم اونا رو مرغ نول زده بود شوی مونده عدیشه بمونده بود باز من اونا رو بخوردم تا حالی که اونا میموند خراب میشده من گم فجر مرغا بخورم سر صدا نکو که بعد همسایا خبر شد به خاطر یک لقمه شوی مونده ابرو مار ببردی تو خواهی به من پول بدیم برم با خود چیز میده بخرو چی می بخری؟ چون دو تا تخم مرغ بخو بستونه دو تا کمه و خیزک و بیشتر من یک دو کارتون بستونم تو دو تا دو کمه فرغون معمولی سیر نمیشو وخی گپ کم که وخی پیلنگ نشابی هم بده برو نشابه نمایی که بخوری تو گلاسی های با خود اینا بخور برو دیگه اگه من دیگه رفتم گوسپندار چلون دو منه مگر خود شما ببری خوبه من میرم گوسپندم به تو میچرم یک نرمه قطعی و دو تا تخم مرغ سیر نمیشم